درود بر شما دوستان گرامی. همه عمرم راجع به یه موضوعی دارم فکر میکنم و هیچ جوابی هم براش پیدا نکردم. حالا با شما در میون میذارم، مطمئنم که شما هم خاطره‌ای دارید، هم تجربه‌ای دارید، نظراتتون رو بگید. موضوع اینه که چرا ایرانی‌ها اکثرا تمام تقلیدشون، تمام حسادتشون فقط تو کار منفیه. یعنی امکان نداره یه ایرانی از روی کار خیر حسادت کنه، از روی کار خوب تقلید کنه. مثال تو در همسایه فامیل حرف بیفته که شما داری خرج یه بیمار رو میدی، برای دختر یتیم جهاز خریدی، خرج تحصیل بچهای بی سرپرست، هر کار خوبی. ایرانی جماعت امکان نداره از رو دست شما بخواد تقلب کنه و بگه که چون این کار خوبی انجام میده منم این کار انجام میدم. محاله. یا مثلا یه مالکی باشه، مغازه اجاره داده، خونه اجاره داده، آدم خیریه، میگه آقا امسال اجارت رو زیاد نکن، خیر زن و بچت. امکان نداره ایرانیا از این آدم تقلید کنن. قضیه کاملا و وقت برعکسه. مثلا اگه یه مالکی اجاره ملکشو 2 برابر میکنه، همه اون کارو میکنن. حرفم که میزنی میگه آقا ناراحتی تخلیه کن، فلانی هم همینقدر اجارهشو زیاد کرده. یا مثلا تو ترافیک پشت چراغ قرمز وایسادی، ادا تنگارم که همه در میارن، آقا تمدن کوروش کبیر، بعد همون موقع یه نفر بندازه تو خاکی، میبینی 100 نفر دنبالش رفتن تو خاکی. یا یه نفر چراغ قرمز رو رد کنه، 100 نفر پشتش اصلا کاری نداره ها، چون کار خطایی دنبال یارو میرن. و سوال من اینه که چرا اکثر ایرانی‌ها تقلبشون تو کار منفیه؟ دی ان ای ایرانی مگه چیه که از خوبی فراریه؟ و اون جمله معروف آخر که من به شدت ناامیدم، شما رو نمیدونم.